زنگ میزن مولوی صاحب ما والا در یک دفتر کار میکنم، همین نماز پیشین ما همیشه قضا میشه. چرا قضا میشه؟ در صورتی که نماز پیشین خواندن نمیتونی وظیفه را ترک کنی، سری تو حرام است وظیفه. یک حکم الله را که انجام دادن نمیتونی. اگر در کدام دفتر مؤسسه تو را اجازه ریش ماندن نداره، اون مؤسسه را ترک و سرت حرام است کار کردن در اوجا. در صورتی که یک حکم الله را انجام دادن نمیتونی، با آزادی اوجا کار کردن برای تو نارواست. اگر مسلمان است عقیده به الله داری که رزاق الله است، دفتر کفار نیست، اگر این عقیده را داری، اگر نداری جدا مسئله است دیگه. دوام نکن که من مسلمانی چون نیستم. دیگه چی میگن؟ دیگه چی میگن؟ والا مولوی صاحب من خو یک کمی کوتاهی خیلی زیاد دارم، خو یک چیزی باز خیرات هم میکنم. بله بیادرکم خیرات خو میکنه. نعوذ بالله یک آدم سود بخوره باز بعد از پیسې سود د مردم د فقیرات